دوست مثلا تو جوانی میگه 40 سال من سر یه مسائلی شماره فریبا رو بسید داده بودی من زنگ زدم خوش شکرم تو دادی چرا تو دادی؟ بگم باور کنه نه بگم با یه باور میکنه بگم اصلا نمیدونم اون چیه اون چیزی من شماره رو ندادم تو چرا دروغ میگی؟ تو شماره رو دادی یعنی قلبه بچه قلبشو ببینیم دفعه دیگه قلب برات میذارم عشقم قلبشو ببینیم بچه صدفه گفتم که به جان جعفر من ندادم خود چرا تو دادی؟ بودم به جون بچه هم ندادم خود تو دادی خودم بمیرم من ندادم آره تلفن قطع کردم بعد دیگه پیام که تو دادی چرا شماره منو دادی حالا به یکی از فامیلم منم نداده بودم اگه من میدادم زورم نمیبرد من زورم نمیبرد اگه داده بودم خدا ساده نداده بودم گفتم حالا که اینجوریه الان نگاه کن هیچم بلکش نکردم دیگه سمتش نمیدم اینا میگم یعنی دوست 50 سالت کنار گذاشتی 40 سالت رو میگم وقتی باورم نداره من اصلا اینجوری ما بودیم با هم کسی سنش کشیده بالا کلا هیچ کار قبول نداره ما اصلا اینجوری نبودیم ما میگفتیم نه گفتیم آره خوشگله حالا که حرفامو باور نداره کنارش که داشتم به خدا این دوستایی هست باعث نه به خدا آرزو هر مشکلی هر کاری هم داشته باشم جایی که میخوام برم مثلا برنامه‌ریزی کردن خود نیاتی خودش زحمت میکشه مثلا خوره کسی هماهنگ میکنه هیچ وقت دست نمیدم چرا؟ بخاطر که دلم حال میده خوشحال میشم دوستشون دارم به خودم زنده باشه یعنی همه شو از همدیگه بهتر هر کدوم بگی بهتر قیمت نیست خیلی لذت از چیزی زیاد میگیرم به خدا عزیز دلم دورت بگردم خیلی خدا بگم اگه دوست داری که تو گروه آره به خدا میگم مدیون تو هم چون تو فاطمه دوست من دادی دوست فاطمه آره همیشه میگم ممنون میگم ممنون که تو باعثی نیاری ناره من بشه میگه شما چرا من میگم تو فاطمه دوست تو بود بعد از طریق شما نه با فاطمه اصلا بعد از طریق فاطمه از با شما بچه اصلا اینقدر روحم باز میشه دیدمش اگر نه دوست همونجوری مهربون بمونه همونجوری بمونه چقدر عالیه البته ناراضی این دوست ندیه خودی مثلا هیچ جا نمیره هیچ رفیق نداره دوستی نداره همین فریبا دوستن که میگم اینجوری شد من اگه ببخشید یا شما یا ایشون اگه باش دوست باشم فقط دوست داشتم دوست باشید دوست دارم با من ارتباط داشته باشید یا با ایشون آره مثلا فریبا الان همسن 2 سال هم بزرگتره 58 سالشه مثلا یه رفیق نداره میگن فریبا چرا همش دوری کرد؟ مگه میشه با این دوست من تمام مثلا قلبم برای دوستان میتبه من با اینا خوشم به خدا خود فامیلا نمیرم خود خواهرام نمیرم حالا بروجه میرم دعوت میکنم یعنی اونجوری من با دوستان میشه وابستم بعد هری که چیز نگیه ما یه جای آره خلاص سره یا اگه بیا اینا اضافه بود از بین اول این اضافه نه فاتی جا فاتی آره برای 15 آبان اینم باشی که دیگه انشالله همه رو من یه دوست دارم باید باشی پارسال نبود سل سال این روز اول بود آخرین من گفتم که شما باشید سوی دوستی با منیزه آرزو منیزه هم بود
سری اول نه این دفعه نبود پارسال بود سری اول به خدا بهت گفتم این دفعه هم بیا گفتی نمیاره مهمون داشتی کار داشتی ولی این دفعه بیا تو این دفعه بیا ببرسم تو گروه بودی ببین حال می یه دوست دارم ازدواجم نکرد دختره چند سال پیش با همون سال 80 من که تو شریعتی بودم تو همین کلاس بولیویا باشم هنوز ازدواج نکردم شما نمیاد تو سکته کرد که ازدواج داریم اول مشورت خوب نمونم میگه نه اومد تو انگلیه من بیا ببرم تو میام فقط خودت میگه ما در خدمتیم دوتاشون در ما میاد تو گروه شما بعد اونم هنوز با هم دوسته سلات بفرم زمان مجردی بوده تا با الان کی میشه ازدواج نکردم یعنی تا 57 نداری تا 15 سال با اونم دوستم ها پاسو بازی خانم سلطانی بلدی پاسو بازی با سکینه بشی یا بودی من یادم سکینه با سلطانی بشی خانم سلطانی آه بیا منو نیر شما با آرزو حالا هر دوست خانم سلطانی هم دیشب اونا خونه ما بودن دیشب ما خونه اونا بودیم ای چقدر عالی ما میشیم نرستم بلد